بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ایجاد امنیت و آرامش، مساوات و عدالت، برادری و برابری، دیانت و مردم سالاری دینی امری است که در ادوار مختلف تاریخ مورد بی‌توجهی عام و خاص قرار گرفته است، اما سلحشورانی نامنیک ورقهای زرین تاریخ را با اسم خود مزین کردند. یعنی اگر تاریخ را ورق بزنید و با چشمی بدور از هر گونه جهل و تعصب به آن بنگرید، در آن نام انسان‌های نیکوسرشتی را خواهیم دید که برای ایجاد بستر مناسبی جهت عبادت پروردگار متعال و ایجاد عدالت و مساوات قیام کرده‌اند و ملتی را انگشت به دهان کرده‌اند. یکی از این انسان‌های سلحشور و مجاهد سیدنا حسین بن علی رضی الله تعالی عنه است که با قیام تاریخی خود کوشیدند که منکرات را جایگزین معروفات و عدالت را جایگزین ظلم ظالمان کنند. حادثه کربلا و قیام سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه برای همیشه در خزینه خاطرات و اذهان عمومی ماند، چون که قیام او از جنس قیام انبیا برای احیای معروفات و کاهش منکرات از صفحه گیتی بود. و اینک به پاس مقام شامخ سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه گروه سرود عامیان صحابه سروده ای را در وصف این مجاهد نسلو خدمت شما سروران و نور چشمان ارائه خواهند داد. امید است مورد درگاه احدیت واقع گردد. همه جود و سخایم همه وصف شما شد، حسین بن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بد خداوند، مقام بد خداوند، محمد مصطفی شد، محمد مصطفی شد. برای اون نتیجه حسین مقتدا شد. همه جود و سخایم همه وصف شما شد، حسین بن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بد خداوند، محمد مصطفی شد. برای اون نتیجه حسین مقتدا شد. همه جود و سخایم همه وصف شما شد، حسین بن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بر خداوند، مقام بر خداوند، محمد مصطفی شد، محمد مصطفی شد. برای اون نتیجه حسین مقتدا شد. همه جود و سخایم همه وصف شما شد، حسین بن علی که
همه رنگ وفا شد مقام بر خداوند محمد مصطفی شد برای او نتیجه حسین مقتدا شد امیر حمزه بابدهم به صدر همه خونها پس از حمزه حسینم بزرگ شهدا شد همان کس که به احرار همه درس وفا گفت بزرگ همه احرار شهید کربلا شد امیر حمزه بود او به صدر همه خونها پس از حمزه حسینم بزرگ شهدا شد همان کس که به احرار همه درس وفا گفت بزرگ همه احرار شهید کربلا شد همه جود و سخایم همه وصف شما شد حسین بن علی که همه رنگ وفا شد مقام بر خداوند محمد مصطفی شد برای او نتیجه حسین مقتدا شد همه جود و سخایم همه وصف شما شد حسین بن علی که همه رنگ وفا شد مقام بر خداوند محمد مصطفی شد برای او نتیجه حسین مقتدا شد سخاوت تو جنت همه راه تو مهنت گواه تو همان خون که اهدای سما شد چو تشنه رفت دنیا به جوف همه گرما سقای رب خود گشت عزیز شهدا شد سخاوت تو جنت همه راه تو مهنت گواه تو همان خون که اهدای سما شد چو تشنه رفت دنیا به جوف همه گرما سقای رب خود گشت عزیز شهدا شد همه جود و سخایم همه وصف شما شد حسین بن علی که همه رنگ وفا شد مقام بر خداوند محمد مصطفی شد برای او نتیجه حسین مقتدا شد همه جود و سخایم همه وصف شما شد حسین بن علی که همه رنگ وفا شد مقام بر خداوند محمد مصطفی شد نتیجه حسین مقتدا شد تو الگوی جهادی تو نور هر فعالی قیام تو چراغی ز نور انبیا شد محمدش دعا کرد احبای خدا شد همین بس که پیامبر تقبل
فدا شد، تو الگوی جهانی، تو نور هر فؤادی، قیام تو چراغی ز نور انبیا شد. محمد اشتاق کرد احبای خدا شد، همین بس که پیامبر تقبل دعا شد. همه جود و سخایم همه وصف شما شد، حسین ابن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بر خداوند، مقام بر خداوند، محمد مصطفی شد، محمد مصطفی شد. برای او نتیجه حسین مقتدا شد، همه جود و سخایم همه وصف شما شد. حسین ابن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بر خداوند، محمد مصطفی شد. برای او نتیجه حسین مقتدا شد. همه جود و سخایم، همه جود و سخایم، همه وصف شما شد، همه وصف شما شد. حسین ابن علی که همه رنگ وفا شد، حسین ابن علی که همه رنگ وفا شد. مقام بر خداوند، مقام بر خداوند، محمد مصطفی شد، محمد مصطفی شد. برای او نتیجه حسین مقتدا شد، برای او نتیجه حسین مقتدا شد.